امروز میخوام نحوه کار با میکروسکوپ و دیدن قطعات ریز و خرابی قطعات رو در سیستم انژکتورهای کامان ریل دنسو بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید این میکروسکوپ هم دارای چشمی هست، هم دارای مانیتور هست و لنز هاش هر دو جا به جا میشه. هم میتونین از اینجا نگاه کنین، هم میتونین از اینجا ببینین. ما این والف دنسو رو زیر میکروسکوپ قرار میدیم. اینجا اگر دقت کنید یه علامت به اضافه داره، وسطش یک سوراخ هست که این والف دنسو سیستم کامان ریل یورو 4 و 5 و اینا هستش. این قسمت ها به صورت خیلی ریز بر اثر خرابی گازوئیل یا کیفیت پایین گازوئیل اینجاها باز میشه و باعث برگشت در سیستم سوخت‌رسانی میشه. ما به وسیله میکروسکوپ میتونیم خرابی ها رو نگاه کنیم و برای تعمیر و یا تعویض این والف اقدام کنیم.